دیو رادیو تقدیم می کند چهره‌های ماندگار طلا و جواهر ایران. حاج محمود رستمیان، چهره ماندگار صنعت طلا و جواهر در حوزه تولید با برند یاسان. درست کنم آقا؟ بله، یاسان طلا. یاسان طلا و یک سابقه فکر میکنم میخوام یاسان طلا رو معناشو میدونی شما؟ نه. ها؟ اجازه هست من؟ بفرمایید. ببینید ما این از کتاب خدا چیش میگن، کتاب اصیل ایرانیه. معنا و مفهومش: خدایان، پاکان، صداقت، درستی، تمام این خصوصیات یه صفحه نوشته است در مورد یاسان. خداوند بود چی بود این کتابی و در این یاسان من دمی کاملا به طلایی که خدا بهش بها داده است میخونه. پس به این دلیل یعنی پشت سر این برند یاسان یه فلسفه ای هست. فلسفه ای هست، بله. و شما برندتون رو از چه سالی اسمش یاسان گذاشتین؟ سال 75. 75. شما فرمودین 81 سالتونه؟ 81 سال. 81 سال، تقریبا نزدیک 69 سال 70 سال تو این سن. یه سال دیگه میشه 70 سال. 70 سال؟ حالا برای یه سال دعوا نمی‌کنیم. یک چهره ماندگار 70 ساله در این صنعت ایرانی که قدمت 7000 ساله داره هستن و هنوزم به لطف خدا و دعا میکنیم که همیشه اینطوری باشن، سر پا سر حال، بسیار باهوش و بسیار هوشمند دارن برندشون رو، کارخانهشون رو اداره میکنن و یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلا در کشور ما هستن و ما هم افتخار میکنیم که شاگردیشون رو میکنیم. خواهش میکنم. ما هر کاری میکنیم وظیفه خودمون انجام داریم میده. و حاج محمود رستمیان چهره ماندگاری است. چهره ماندگاری که چه ما ببینیم ایشون رو از نزدیک چه نبینیم، وقتی اسمشون میاد بهمون آرامش قلب میده، وقتی اسمشون میاد بهمون قوت قلب میده، وقتی اسمشون میاد میدونیم که یک بزرگتری هستش که تولید کننده و تولید رو حمایت میکنه، رهبری میکنه و خودش تو این مسیر سنگلاخ‌هایی رو پشت سر گذاشته و پستی بلندی‌هایی رو پشت سر گذاشته که میدونه که درد من تولید کننده چیه و اگر جایی گیر کنم، تو یکی از صحبت‌ها ما چند وقت پیش با ایشون داشتیم، میگه هر کس هر چیز بخواد اطلاعاتی بخواد من خیلی راحت در اختیارش میذارم. همینطوره. بله. جدا همینطوره. بخش اعظمی از بازار کالای ایشون هستش، تولیدات ایشون هستش که همیشه هم نوآور هستن، همیشه خلاقیت بالایی داره کارخونه یاسان طلا و همیشه ایده های بسیار نوین رو دارن. کارهای مثلا میان کارهای نمونه کارهای طرحهای که ممکنه تو کشورهای دیگه هم داره مصرف میشه و تولید میشه رو با طرحهای ایرانی، اسلیمی ایرانی، با سنگ‌های ایرانی مثل فیروزه ترکیب میکنن و بومی سازی میکنن. یه نکته رو اول عرض کنم در خصوص درصد که درصد حاج آقا ما اتفاقاتی که بعداً افتاد اومدن دوباره سال 96 97 حدود 30 تا اتحادیه صنفی اومدن جلسات متعدد گذاشتن، تو 5 تا استان جلسه گذاشتن که درصد رو حذف کنن بکنن دوباره ریالی. که ما خب تو اتحادیه تولید کنندگان با همکارانمون از هیئت مدیره رفتیم و با سازمان‌های دولتی قوانین رو درآوردیم، به این نتیجه رسیدیم که قانون این رو داره میگه که درصد
نه برای طلا، برای ما تو اون حوزه‌ای که گروه کالایی که بودیم قانون تعریف کرده بود. مثلا برای طلا فروش 7%، برای بنکدار حق العمل که تو قانون هست 2%، برای تولید کننده مثلا یه رقمی گفته بودن و طبق همون قانون هم ما اومدیم و اینو ابلاغ کردیم، اطلاع رسانی کردیم و دیگه این که می‌خواستن درصد رو تبدیل به ریال کنن مجددا منتفی شد. ولی هنوزم توی درصد بحث هستش که اگر مردم طلا نمیخرن باعث شد اینجوری طلا تولید کننده درصد میگیرن فلان حرفا. بحث من از سر این هست شما یه محبت کنید توضیح بدید خب که چرا اصلا درصد به وجود اومد. حالا من اینو که گفتم همه رو از شماها یاد گرفتم، فقط یه خلاصه و جمع‌بندی کردم و خیلی نمیخوام زیاد مفصل باشه، حالا حوصله شما هم سر بره و خسته هم شدین. اصلا چه سالی درصد استارت خورد و چه سالی شروع شد، چقدر مقاومت ها شد و چه دلایلی می آوردن که نباید درصد گرفته بشه. ما در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از که من برای اینکه وقتی زیادی نگیرم اینا خلاصه و جمع‌بندیش میکنم. من تصمیم گرفتم چون در تمام کشور و مخصوصا ایتالیا اونها هم اجرت پولی میگرفتند، حالا پولشون هرچی بود، ولی نه و هم مثلا طلای 750 رو 780 میگرفتن، 800 میگرفتن، بعضیا 820 میگرفتن، 820 میگرفتن. به چه دلیل اینجوری میگرفتن؟ ببینید کار هرچی کاری دست روش زیادتر میشد، هنری بیشتر میشد، اینها درصدشون بالاتر میرفت. یعنی به جای اجرت عیار بالاتر هم میگرفتن. اجرت هم میگرفتن، اجرت هم میگرفتن و به این شکل ما گفتیم خب چرا ما انجام ندهیم، اینا که اجرت به ما نمیدن و بذاریم ما یه امتحانی میکنیم. ما در اون زمان اجرت کارمون هر گرم 3 تومانی بود. ما اومدیم و 1% اضافه کردیم به طلامون، اجرتمون، و 3 تومن رو تبدیل به 2 تومن کردیم که حالا داستانش خیلی است و مخالفت های زیادی شد و رفتیم حالشون کردیم که این باید بشه. اگر این مسئله نمیشد بنکدارا خب اونا کاری که میفروختند اجرتشون رو ریالی میگرفتند و به همون ریالی هم به تولید کننده چک هم میگرفتن، چک های مدت دار میگرفتن. من یادم است یکی از بنکدارای محترم ما 1 سال اجرت نمیداد، ولی انصافاً طلا رو وقتی کار بهش میدادیم همون وقت نقدی میداد، نقدی میداد، ولی اجرت نگه میداشت تا آخری سال نمیداد. آخری سال جمع آوری میشد، مبلغی میشد، گفت حالا باید 20% هم تخفیف بده. از 600 تا هم چک میدادن و این تخفیف رو میداد و یه سری چک های 10,000 تومان، 5,000 تومان، 1,000 تومان، 2,000 تومان تو این اشخاص از خودش هم نمیداد. 5-6 ماهه که اگر این چکا پیش یه نفر اینهایی که کم میکردن پول میدادن 5% هر ماهش کم میکرد. یعنی در رأس این 6 ماه حساب کنیم 4 ماه میشد، 4 تا 5 20% هم اون کم میکرد که نقد بده. این میشد 40%. هزینه کارخونه که نمیشد با اون بدیم. من اومدم این برنامه رو پیاده کردم و خوشحالم هستم که برای تمام تولید کننده همینطور در سالهای سال اضافه شد. بعدم درصدها برای حتی مغازه‌دارا شکل گرفت، برای بنکدار شکل گرفت، برای تولید کننده شکل گرفت و این درصد مایه یک مقدار رشد شد برای صنف، مخصوصا تولید کننده. الان برای هم بنکدارا خوب شده و هم برای مغازه‌دارا و هم برای تولید کننده. این باید میشد و فشاری که روی تولید اومد بیشتر این بود اینا در سال
اکثریتشون میبستن، نمیتونستن ادامه بدن روی این عضویت. ولی از اون روز که درصد شد 2-3 سال بعدش همه توانمند شدن و تونستن و رشد کرد. تولید رشد کرد. این حالا امیدواریم که این مسئله خیلی همونطور که شما اشاره کردین اتحادیه‌های تمام استان‌ها، چون همهشون مغازه‌دار و بنکدارن، نمیخوان به تولید بهایی بدن و تو سری تولید میزدن. ما امیدواریم روزی برسه که بنکدارای عزیز ما، دوستان خوب ما به فکر این صنعت باشن و این صنعت را بهش احترام بذارند و بدونن فرزندان خودشون، نوه‌های خودشون، ما نباید در سطح جهان از جای، مخصوصا در این صنف که تاریخچه‌اش خیلی است، نمیدونم میگن 8000 سال 7000 سال قدمت داره، 7000 سال 8000 سال قدمت داره. ما نباید الان منتظر ورود اجناس ساخته شده بیرون از کشور باشیم. ما باید تمام این تولید توسط صنعتگرای خودمون، بس‌های تولید کنندگان، امیدواریم که این همکاری‌ها تمام بنکدارای ما همکاری کنند و سعی کنند که جنس تولید وطن را استفاده کنند. من به یکیشون درآمدم گفتم که بچه آذری بود، گفتم تو میتونی، من در خدمتتم. تو اتحادیه بودیم، خدا رحمت کنه ابن النصیرم زنده بود، دوران آقای چیز بود، رئیس اتحادیه بود. قوام نه وفادار که مغازه جواهر فروشی دارید. آقای کشیارا؟ نه یکشون آقای گوهربین. دوران آقای گوهربین بود. ببخشید آقای گوهربین، اسمت یادم رفت، دیگه پیر شدم، ببخشید. بله از زمان ایشون بود. بعد خدا اینا دعوت کرد، ما پیشنهاد دادیم، گفتیم به خدا تو میتونی یه کارخونه تولیدی خوب داشته باشی، منم در خدمتتم، هر کاری که دستم بر بیاد برات بکنم که تو تولید کننده بشی، خوبم میتونی، بلدی تو. ولی خب نمیرن زیر تولید، کاری راحت. من یه نکته که ممنون بابت این توضیحاتی که دادین. یک سالی هم زمان جناب آقای کشیاری که ریاست اتحادیه بودن، من خاطرم از سوابقش توی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بود. اومده بودن نامه زده بودن که مثلا اتحادیه مورد نظر بیاد قیمت‌های کارهای ساخته شده رو مثلا در بیاره. علنگو چقدر اجرتش باشه، نمیدونم مثلا گردمند چقدر اجرتش باشه، حلقه چقدر اجرتش باشه. یه لیست رو تنظیم کرده بودن دوستان و داده بودن به سازمان حمایت. بله. ولی رفت اونجا، ولی مسئول مستقیم و ریاست مستقیم این سازمان آمد اعلام کرد که اصلا ما هم نمیتونیم بیایم این رو تعیین کنیم، اتحادیه هم نمیتونن بیان تعیین کنن. استعلامی هم که همکاری ما گرفتن اصلا اشتباه گرفتن، استعلام کردن، نباید استعلام میگرفتن. قانون اومده تعریف کرده برای مغازه‌دار توی خیابون 7% حق العملکار، که همون در قانون میگن حق العملکار، ولی ما میگیم بنکدار، عرضه کننده 2%. برای تولید کننده اومده این رو، حاج آقا من این رو عرض کنم که با این استدلال مثلا نامش رو زدن دیگه، اینجا این بسته شد که درصد بخواد دوباره برگرده به ریالی. ما چون قانون رو پیگیری میکردیم، برای تو واحد تولیدی گفته بودن قانون میگه 17%. در شرایط ویژه خود سازمان حمایت میتونه این 17% رو 3% کاهش بده یا 3% اضافه کنه. واحد تولیدی یعنی چی؟ واحد تولیدی یعنی من دست پس میدم. واحد تولیدی یعنی واحدهایی که از پروانه بهره برداری از وزارت صنعت بدن داشته باشن، که ما توی صنعت طلا و جواهر خیلی کم داریم، ما که اولی شما فهمیدین شما هستیم عرض کنم. ولی برای واحد صنفی که شامل حال اکثریت این حوزه میشه توی تولید، گفتن قیمت درب کارخونه، یعنی خود تولید کننده مشخص کنه که قیمت کالایی که من میسازم، مثلا این کالایی که من ساختم قیمتش انقدر، یعنی قدرتش در اختیار تولید کننده بر حسب
اون هزینه‌ای که داره بر حسب اون عرض کنم حالا پول کارگر میده، حقوق کارمند میده، نمیدونم مواد مصرفی، خود شما دیگه گسترین تو این زمینه. پس به این دلیل قانونی جلوی اینکه بخواد درصد تبدیل به ریالی بشه گرفته شد. ولی بعضی از عزیزان و بنکدارها، نه حتی مغازه‌دارها، عنوان میکنن که همین درصدهایی که داره گرفته میشه عرض کنم باعثی شده که قیمت تمام شده بره بالا و مردم طلا نخرن. یه دلایلی هم که من خودم تو جلسات یکی دو تا از عزیزان بودم، مثلا تو اصفهان میز طلا بود سال 97، عنوان میکردن که برخی از عزیزان که حالا شما هم توی صحبت‌های غیر رسمی عنوان کردین که مثلا گفتن درصد حرامه. من اونجا اینجوری عنوان کردم، گفتم مثلا ما درصد طلایی نمیخوایم، اشکال نداره، همینطور که خیابون طلا فروش از مشتری خونه‌دار درصد ریالی میگیره، 7% ریالی میگیره، مثلا بنکدار هم به ما همون درصد ریالی بده، همون لحظه به ما درصد بده، مثلا بیاد اصلا طلا نقد بده، درصد بده ولی ریالی بده، نقد. ما طلا نمیخوایم، ولی چون این براش مقدور نیست تبدیل به طلا میکنه، وگرنه درصد ریالی باشه، ما نمیگیم حتما درصد طلایی باشه. با این تفاصیل یک بحثی که الان خیلی داغ هست هنوزم که باز بهش پرداخته میشه، میگن تولید کننده ها درصد خیلی بالایی میگیرن، این باعث شده که درصد که وقتی میگیرن قیمت تماشایی طلا بره بالا و مردم کمتر طلا رو بخرن. حتی یک مثلا امسال هم خب سال 1401 اعتراض دارن که بعضی از تولید کننده ها اومدن 1% رو دوباره هر سال اضافه میکنن، مثلا نیم درصد، 1%. خب اگر طلا رفته بالا، همه اجناس رفته بالا، طلا هم رفته بالا، پس درصدشون هم رفته بالا. مثلا این فروشنده میاد 7% رو بکنه 8%. ولی من اون چیزی که از قانون متوجه شدم اینه هستش که قانون میگه که 7% بسته برای واحد فروشندگی و 2% بنکداری، ولی برای تولید کننده چون ما صنفی هستیم گفته در به کارخونه. جمع‌بندی که بکنیم تولید شده 20%، هزینه در حال حاضر رسیده الله به 30 برابر. یعنی شما میفرمایید اگر یک تولید کننده هم میاد در سال جدید مثلا نیم درصد یا 1% به درصد سال قبلش اضافه کنه، به خاطر اون نوسان ارزی هستش که به وجود اومده و باعث شده اون مواد مصرفی که میخواد بخره، چون ما مواد مصرفی رو بعد از ارزی بخریم دیگه، از خارج باید بخریم، اون نوسان ارزی باعث شده که من تولید کننده مجبور شم امسال نوعی مثلا نیم درصد یا 1% روی اون اجرت هم بذارم، چون سرسام آور نرخ ارز رفته بالا، مواد مصرفی ما گرون شده. این که من بگم من تولید کننده درست میگم، بنکدار بگه نه من درست میگم، فروشنده بگه من درست میگم، بعد همه بندازیم گردن هم که اگر مردم طلا نمیخرن یا کم میخرن به خاطر اینه، چون ما هممون مثل یک زنجیر حلقه‌های به هم پیوسته هستیم. اگر یک زنجیر یه حلقه‌اش ضعیف بشه همه آسیب خواهند دیدش. به اعتقاد شما، به نظر شما بالاخره پیشکسوت هستید، جایگاه اتحادیه در این حوزه، در حوزه مدیریت تولید، مدیریت عرضه، مدیریت فروش، چطوری میتونه جایگاهش خودش رو تعریف کنه؟ ببینیم این بحثا باید آوردش روی این زمینه که پایه و اساس و قلب و شارجه های هر کشور اقتصاد است. اقتصادم در چارچوبه تولید و صنعت شکل میگیرد. ریشش تو تولیده. خب باید هم دولت هم مردم هم حالا هر صنفی جداگونه خودشون این تصمیم رو بگیرن، علاقه‌مند بشن به اینکه صنفشون رو جلو ببرن. باید بیان تو تولید. من دوستی دارم، حالا داره کارم میگم، دوستی دارم که در رشته الکتروموتورسازی و هواکش‌سازی و انواع و اقسام اینا هست و خدا شاید خدا حفظش کنه. الان دچار دیابت، ضعیفی چشم، قلب، ولی صبح 3 ساعت 6 از خونش رفته است، کارخونش هم عباس‌آباده، بالای 1000 خورده پرسنل دارد و خیلی هم داره صادر میکند. خب دولت هم نه اینکه کمکش کنه، تمامی واردات و قطعاتش رو با صادرات خودش شکل میده. صنف ببینین
باید صنف علاقه‌مند شد به صنفش، باید احترام بذارد به صنفش، باید صنفش ها همینطور که خود مخصوصا شغل ما خداوند به این طلا بها داده است. شما تمام این فلزها را در نظر بگی، هر یکیش یه زمانی زیر رطوبت و این از بین میره، ولی طلا هزاران سال تو بدترین رطوبت قرار بگیره از بین نمیره. ببینید این ساخته میشه، نگاش میکنی لذت میبری. خریدار میخره برای خانومشون برد خوشحالیه، برای دخترشون برد خوشحالیه، کادو میده خوشحالیه، نگه میدارد یه روزی مبادا به دردش میخوره، مشکلاتش برطرف کنه. این شی و این فلز را باید همه بهش احترام بذارم. صنف هم باید به این. من سوالم یه جور دیگه شاید اشتباه پرسیدم یا شما نمیخواین جواب بدین احساس میکنم. چه خصوصیاتی باید داشته باشن که شما از من نوعی حمایت کنید؟ بگیم خب این مثلا شفایی به درد مثلا این میخوره که بره پشت میز بشینه یک صنفی رو به نوعی کمک کنه، اینو به من شسته رفته بارها. ببینیم من در سال 80 تو اتحادیه بودم. یا اصلا چرا شما اصلا نمیرین مثلا؟ یا اصلا سال 80 من دارم جوابت میدم. توی اتحادیه باید قانون تغییر کنه اگر میخواد صنعت در کشورش جلو بره. نظر ما دارم میگم، یعنی اساسنامه اتحادیه تغییر کنه. خب به جای 6 نفر فروشنده و تهیه کننده و 1 نفر تولید کننده معکوس شد. 6 نفر تولید کننده باشن، 1 نفر توزیع کننده. تولید کننده است که میتونه اقتصادی کشور شکل بده. تولید کننده قلب کشور است. تولید کننده شاریک‌های قلب کشور است. تو کلامتون ببخشید و خب اینو همه اعضای اون صنف و اون سند میان انتخابات آزاد برگزار میکنن. خب عرض من حالا در خصوص تولید کننده یا فروشنده اینا اصلا بحثم نیستش. یک شخصی که میخواد بیاد بره توی یک اتحادیه عضو هیئت مدیره باشه، شخص رو دارم میگم، حالا چه تولید کننده باشه. درسته شما میفهمید که اگر تولید کننده باشه دغدغه خاطر تولید رو داره، بیشتر به تولید بها میده، عرض کنم موانع تولید رو بهتر میشناسه، در راه برطرف کردن اون موانع بیشتر میکوشه. عرض من این هستش که اصلا اینا رو میذاریم کنار. من میام اصلا حالا چه تولید کنندم، چه فروشنده، چه بنکدار، میخوام برم عضو یک اتحادیه بشم. چطور آدمی باید باشم؟ مثلا آدمی باشم که حرف خوب بلد باشم بزنم، سوادم حتما باید خیلی بالا باشه، تیپم خیلی باید خوب خوش تیپ باشم، مثلا طلام زیاد باید باشه. آیا اینها ملاک هستش یا نه ملاک چیزی دیگه است که من هر جایگاهی که هستم وقتی پشت میز نشستم برای تمام اعضای اون صنف، چه تولید کننده، چه فروشنده، چه بنکدار، برم از حقشون دفاع کنم. ولی آقایی که اصلا من داشته ممکنم الانم باشن که اصلا زرگر نبوده، ولی حالا چرا اومده تو اتحادیه نمیدونم چرا، برای چی اومده، وزارت‌های بیمورد این کارو میکنه و هیچ کارآمدی هم برای صنف نمیتونه بشه، یعنی نمیدونه که بتونه کاری انجام بده. اینها نباید اصلا بیان کاندید بشه. پس این شما ملاک تایید یک فرد رو برای حضور در یک اتحادیه غیر از اون تولید کنندگیش توانمندی شخصی خودش، همه تولید کننده که نمیتونن کاری انجام بدن که. پس یک فروشنده محترم، یک بنکدار محترم میتونه بره عضو یک اتحادیه بشه، بیاد از حق دفاع تولید کننده هم دفاع کنه، بیاد سیاست‌گذاری کنه، برنامه‌ریزی کنه. تفکر فکریش مهمه. تفکر فکریش مهمه. احسن. حالا خب خیلی از حرکت‌ها حاج آقا و اقدامات دست اتحادیه‌ها نیست، دست حاکمیت، دست دولت هستش که قانون ممکنه مثلا اتحادیه‌ها تصمیم بگیرن یه کارا رو انجام بدن در راه اعتلاع صنف، ولی خب قوانین اجازه نده. همه چیز دست اتحادیه. ما از اتحادیه‌ها و از هیئت مدیره اتحادیه‌ها نباید انتظار معجزه داشته باشیم یا یه کاری فراتر از اون چیزی که هستن داشته باشیم. من خودم به نوعی درگیرش بودم و هستم، ولی اون اشخاصی که کنار هم قرار میگیرن، من یه اعتقادم دارم که باید با هم وحدت رویه داشته باشن. ببینید که میشه تولید، عرضه، فروش، همه چی شکل میده، همه رسانه‌ها اونه. بله. ولی متاسفانه
افرادی که تو چیز هستن از تولید کننده نیستن، مسائلی صنفی در نظر میگیرن. اگر بخواد کشور آباد بشه، صنف بره جلو، باید منطقی فکر کنن. کاری که میرن جایی را میگیرند، جای کسانی را که کارهای خیلی بزرگی میتونن انجام بدن، نباید برن این کار رو بکنن. ببینید من به احترام چیز همون اوایل باید میبدم بیرون، ولی تا آخر ایستادم. شما هم یه دوره عضو هیئت مدیره بودی؟ بله. چه سالی حدوداً؟ سال 80. 80. اون نمایشگاه اولیه من دایر کردم. بله خاطرم هستش. اما خیلی دلم میخواست بتونم یه سندیکای تولید کننده به وجود بیارم قوی، ولی نذاشتند، نتونستم. اگر شرکت بنز برای که شرکت تولید کننده است، احسن. ولی میاد ممکنه توی کل دنیا مثلا 10,000 تا هم فروشگاه عرضه کننده داشته باشه یا اتحادیه فروشندگان بنز هم داشته باشه، ولی شرکت بنز میاد سیاست گذاری میکنه که چی تولید کنم، به چه قیمتی بفروشم، به کدام کشورها بفروشم، به هر کشوری نسبت مثلا آب و هوا چه سیستمی تولید کنم، چه سیستمی بسازم بفروشم. پس اون تشکل هایی که تو به حوزه تولید هستن توی کشورهای خارج به نوعی تعیین کننده و سیاستگزار هستن. توی کشور ما هم هستن عزیزان در اتحادیه‌های صنفی. خب بالاخره این قانون نظام صنفی هستش، ما نمیتونیم اون قانون رو بخوایم نادیده بگیریم. توی همه حوزه، نه تو صنعت طلا. بحث ما این هستش که پس کسی که میخواد عضو هیئت مدیره باشه، اول روحیه انتقاد پذیری داشته باشه. من اعتقادم این هستش. و اگر هم و شجاعت هم داشته باشه. اگر ازش انتقاد کردن خیلی راحت وایس پاسخگو باشه، خیلی راحت به قول معروف یا اگر راست میگن قبول کنه. احسن. و اینکه هم سیاست ها همراه هم باشه. اگر ما بخوایم اسمش اتحادیه است، توی یک اتحادیه ورود کنیم، ولی خب 2 نفر با 2 نفر دیگه، 3 نفر با 3 نفر دیگه جبهه بندی کنن، گروه بندی کنن، قطعا اون اتحادیه خودش رو نمیتونه اداره کنه، چه برسه بخواد صنف رو اداره کنه. پس حرف بنده توی این حوزه که حالا نمیخوام سر شما رو درد بیارم اینه که شما از یه شخص نوعی وقتی میخواین توی یک صنفی ورود کنه، یک اتحادیه حمایت میکنین، این آیتم ها رو باید داشته باشه و هدفش هم تقویت تولید باشه. تولید باید باشه. در عمل، نه در شعار. تقویت تولید یعنی وقتی رفت اون میز رو گرفت بیاد بگه خب حالا این اتحادیه مثلا اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا جواهر و هست، ما بیایم به همین میزان که به فروش و عرضه بها میدیم، به همین میزان به تولید بها بدیم. توجه فرمودین؟ یعنی شما صحبت نهاییتون این هستش. من نظرم این است، حالا من باید پایه و اساس هر صنفی تولید باشید. هر صنفی، کاری به طلاسازی ما نداریم. خیلی اصلا چون اگر از تولید حمایت بشه، خود به خود از رسته‌های دیگه هم خود به خود حالا ما امیدواریم که واقعا از تولید در همه اصناف حمایت بشه. من اجازه دولت بودم فضولی میکنم و اصلا مالیات از تولید کننده نمیگرفتم. هر چی بود کمکشون میکردم، یه مدتی مثلا زمانی مشخصی تا این تولید احیا شد، بعد ازش میکردم. با یه تولید خیلی بهش بها داد. ما همیشه آقا دعا میکنیم که سایه شما بر سر ما مستدام باشه. نظر لطفتون است. و همیشه دعا میکنیم که انشالله ما هر سال چند بار بیایم از نزدیک شما رو ببینیم. حالا اصلا بحث فیلم و این حرفا به کنار، و اینکه امیدواریم این حمایت و این رهبری و پشتیبانی خودتون از قشر تولید کننده حتما همیشه داشته باشید که همچنین هستش. و همچنین جوان‌ها رو هم، حالا این کلیشه‌ای هست که میگن برای جوان‌ها چه پیامی دارین، و همچنین جوان‌ها رو هم به نوعی حمایت کنید، چون خب خیلی از تولید کنندگان ما اس‌ام-های کوچک و متوسط هستن، نمیتونن کارخونه دار باشن، حتی نمیتونن بیان کارگاهدار بزرگی هم باشن، جواز کسب هم بگیرن. خب شما میدونید که تو مثلا واحدهای مسکونی به دلایلی دارن تولید میکنن، اونها هم بالاخره یه روز میشن، شاید راه دوری سختی داشته باشن، میشن حاج محمود رستمیان. امیدوارم که همیشه از ما حمایت کنید و اینکه به بنده و تیم زحمتکش که پشت صحنه هستن من جا داره ازشون تشکر کنم که این زحمت رو کشیدن و همیشه
به ما کمک میکنن و به نوعی مسئولیت این رسانه‌ای رو انجام میدن و سرپرستیش هم به عهده جناب آقای رفیع‌پور هستش. ازشون تشکر میکنم با تیم همراهشون. امیدواریم که حاج آقا همیشه سلامت و سرحال باشین. دیو رادیو، نبض طلایی بازار.